یکی از بدترین کمپین‌های تبلیغاتی دنیا که مدیران شرکت می‌خواستن ایده پردازش رو خفه کنن سال 2004 اتفاق افتاد. داستان از این قراره که سال 2004 کل شرکت‌های مطرح فیلمسازی جهان دور هم جمع میشن و یک تبلیغی میسازن به اسم شما دزد نیستید. در تبلیغ نشون میدن که شما هرگز نمیایید از خیابون ماشین بدزدید، پس نباید فیلم‌ها رو هم غیرقانونی دانلود کنید، چون این هم دزدیه و هدف تبلیغ هم این بود که مردم احساس گناه کنن و نسخه اصلی فیلم‌ها رو بخرن. فقط یک مشکلی وجود داشت. اون زمان اینترنت پدیده جدیدی بود و 99% مردم اصلا نمیدونستن که میشه آنلاین فیلم دانلود کرد. و این تبلیغ بهشون یاد داد که همچو چیزی هم امکان پذیره و در مدت کوتاهی دانلود غیر مجاز فیلم‌ها چند صد% افزایش پیدا کرد. فی الواقع درس این داستان بسیار مهمه. در تریبونداری گاهی مشکلی برای خود شما بزرگه، فکر میکنید که تمام مردم در حال انجام کار خاصی هستن، اما نباید بیاید و سریعا بیانیه بدید. میاید جمع کنید کار رو، ولی اوضاع بدتر میشه، چون تا این نقطه تنها 5% از مردم از این اتفاق خبر داشتن، اما حالا که 95% بقیه از سمت شما خبردار میشن، اون فاجعه اصلی اتفاق میفته. بعضی اتفاقات رو باید جارو کنید، بندازید زیر فرش و بهشون توجهی نشون ندید. من ویس مصطفی پور، متخصص رشد کسب و کار و برندها